نه شاعر روز دارد، نه تاجر و نه روزنامه‌نگار. حکومت تاجیکستان به کی وفا می‌کرده باشد؟ این سوال کاربر با نام خراسان بزرگ در فیسبوک است در پس منظر بازداشت روزنامه‌نگار و نویسنده 65 ساله عبدالقادر رستم. به برنامه آزادی آنلاین خوش آمدید و من کیومرثی عطا هستم. عبدالقادر رستم را به گفته خویشاوندان و همکاران روز 31 اوگوست در نزدیکی جای کارش بیمارستان ابن سینا در شهر دوشنبه دستگیر کردند. مقامات انتظامی شرح ندادند، ولی تعدادی از روشنفکران تاجیک و سازمان‌های مخالف بازداشت او را محکوم کرده آزادی بیچون و چرایش را خواستند. واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز زیاد است. یکی از آنها جمشید امینزاده در فیسبوک چنین نوشته: تاجیکستان را به کره شمالی دوم تبدیل دادند. رژیم دشمن علم و دانش و روشن فکری است، چون حق مردم باسواد را نمی شود خورد و یا ظلم کرد. تاجیک را تنها برای غلام روس‌ها بودن بی سواد نگه می دارند. کامران باور دارد شخصان به مانند عبدالقادر رستم بیشتر از درد ملت می نویسند و شاید این به کسی خوش نآمده است. کاربر با نام مستعار دلیران در اینستاگرام نیز عین نظر را دارد. با حکومت امروزه ما شخصان روشن فکر لازم نیست. رمه گوسفند لازم است تا اداره کرده توانند. کمال‌الدین در همین شبکه میگوید که یک سبب از کشور رفتن متخصصان چنین رفتاری نمایندگان حکومت در تاجیکستان است. وقتی مردم میبینند که با این مرد چنین شد، زیاده از 100 آدم پولدار و باسواد و با معرفت از دولت میروند. بعد مسئله نارسایی کادرها پیش میآید. بعضی از فعالان شبکه‌های اجتماعی مطمئن هستند که سکوت جامعه جرأت نمایندگان حکومت را در تاجیکستان بیشتر کرده. به نوشته شوکت محمد در فیسبوک: بازداشت نویسنده عبدالقادر رستم که سالهای زیاد به سیاست کاری نداشت، تجاوز تمام سرحد انسانی از جانب رژیم است. عبدالقادر رستم اگر تنقید میکرد، حتما تمام نزاکت‌های اخلاقی و قانونی را رعایت میکرد. رژیم حتی تاب و تحمل این را ندارد. گروه خرده در شبکه‌های اجتماعی بازداشت عبدالقادر رستم را درست شمردند، چون به نظر آنها او و هماندیشانش خطا کردند. عده دیگر ابراز امید کردند که او به زودی بازپرسی و رها خواهد شد. در حالی که مقامات نمیگن او به چی گمانزد است و نزدیکانش نمیدانند که در کجاست و چه حال دارد، تشویش را درباره آینده نویسنده بیشتر کرده. عبدالقادر رستم در آغاز سالهای 90 به قزاقستان کوچیده تا سال 2003 در الماتا کار و زندگی کرد. رودکی، فراموشی، چنگیزخان و خر، چایخانه راحت و پایها و رویها از کتابهای اوست. دیوان رودکی را نیز تهیه و نشر کرده است. حکومت تاجیکستان در چند سال اخیر برای سرکوب دیگراندیشان، بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران و نفسگیر کردن مطبوعات مستقل پیوسته در سطح بین المللی تنقید می شود. در مدت 1.5 سال گذشته در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را از 7 تا 21 سال زندانی کردند. آزادی آنلاین در اینجا به پایان رسید و اگر شما هم گفتنی دارید به این تلفن هایی که میبینید با ما تماس گیرید و یا به ایمیلی که میبینید به ما بنویسید.